لباسایی که قراره با خودم ببرم، یعنی بپوشم در مسیر. یه لباس گرم از این پوشایی که هم سر کتکزن که بهش میگن و از این سوراخ‌دارم باید باشه، از قدیمی‌ها. یه دونه لباس نخی، یه شلوار گرم، یه شلوار گرم زیرش، یه لباس گرم روی این میاد، یه دونه لباس دیگه، یه کاپشن پم، بعد از اونم دیگه کاپشن لباس موتور سوار میشه روی من. خیلی عجیبه، ترس دارم ولی خب دیگه باید بریم دیگه، چاره نیست. چرا من این کارو میکنم نمیدونم. بریم این سفر رو انجام بدیم توی تقریبا 10 ساعت احتمالا. استرس هم ساعتش خیلی کم دارن دیگه، میدونم چجوریه، لیمیت هم میدونم چیه. ده مایل در لیتر موتورم میره. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. گلابا شد دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلابا شد دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش. بله همونطور که میبینید هر 50 کیلومتر باید وایسیم چون که ترافیک اتوبان رو دارن تک و تعمیر میکنن. داستانی داریم برای خدا. سری زدم به صحرا عجب روی خوشی دارن، سری زدم به دریا هوای دلکشی دارن. همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شبوها منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا عجب بوی خوشی دارن، سری زدم به دریا هوای دلکشی دارن. همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شبوها منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا سوار شدن توی فری به این صورته که بعد اینکه شما بلیط رو خریدین به شما میگم برو توی خط شماره 1 یا کلا اونجا یه نمایشگر داره میگه که کدوم خط باید وایسین.
اینجا به من گفته برو تو شماره 1. خب من رانندگی میکنم میرم توی خط شماره 1، منتظر میمونم تا ماشینایی که توی فری هستن پیاده بشن و بعد شما وارد کشتی میشین و میرین اون ته کشتی، پارک تهش که نمیشه، میشه جلوی کشتی. نکته دیگه اینه که همیشه بلیطو باید از قبل تهیه کنید، حداقل 2 ساعت قبل، چون که اینا یه هزینه اضافه از شما میگیرن بابت بلیط صادر کردن. اینجا هم میبینید که من دارم رانندگی میکنم، میرم جلوی کشتی پارک میکنم که یه بخش مخصوص موتور سوارها هست. سری زدم به صحرا عجب روی خوشی دارن، سری زدم به دریا هوای دلکشی دارن، همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد، و هم بازم بیا عشق و بیارش بده دریا. خب اینجا میبینید که من دارم میرم جلوی کشتی. اینجا دیگه در خروجی اون روبرو، اینجا با شکل شمایا گذاشتم موتور رو کجا پارک کنم. اگه ببینید یه قلاب روی زمینه که باید من یه دونه از این قلابا بزنم به اون زمینه. اینجا در حال فهمیدنم که چجوری سیستم کار میکنه و یه قلاب به زمینه که موتور رو سفت و محکم بذاریم. از این کمربندهای مخصوصه که موتور رو محکم نگه داره. بعد از اینکه تمام شد شما همینجور پرو باید وایسین دم در. اینکه باز شد برین جلوتر از همه ماشینا وایسید، اشکالی نداره و بعدم تو خروج سریعتر راحتتر میتونید برونید برین، چون این ماشین همه تو هم گره میخورن، اصلا معلوم نیست کی به کیه. حالا موتور همینجور میندازید میرید. جز تو یار ندارم، صبر ندارم، قرار ندارم، به هیچکی جز تو کار ندارم.